امی که خبر شد که من به سینما کار میکنم، امی که خبر شد که من در فیلم بازی میکنم، حتی تمام روابط خود فامیلم قطع کرد. خب من فقط یک برادر داشتم، یک برادر داشتم که یک برادرمون روابط خود با ما کاملا قطع کرد. ولی وقتی که طالبا در خانه ما حمله آوردن، امی اولین حملهشون از امی دروازه خانه شروع شد که دروازه را بلگت زدن و ایچه که پایان شد. یک وقت از کوچه روبروی دیدم که همین موتر زوره کرد دی طرف آمد. سرما سی فایر کردن. اه، چرا به نظر شما هیچ وقت سینمای افغانستان در سالهای آخر همون جایگاه عمیق خود در بین مردم نتانست پیدا کنه؟ واسکت انطوری در جانش، واسکت خدایی بر من نشان داد. مرا گفت که خاله تو در تلویزیون کار میکنی؟ گفتم بله. گفت که خاله نرو در تلویزیون، حیفت نکده اولاد دارسی، گفت کشته میشی. ما را مجاهدین محاصره کرد، محاصره کرد و دیگه گفته بود که همی مردایش بکشین، دخترایش بیارین. به نام حق، امروز یک هنرپیشه محبوب و پرآوازه را در برنامه مهمان داریم، خانم یاسمین یارمل. خوش آمدین به جینار انفو با برنامه ما و تشکر از اینکه فرصت فراهم کردین تا ای که صحبت کنیم. سلام بر روح مای انسه جان نازنین. خوشحال هستم که بعد از بسیار دیرا دیدمت. خداوند سپاسگزار هستم که باز هم با قامت استوار استاده هستی و کار میکنی و بازم صدای خاموش زنایی هستی که امروز صدایشان خاموش است و هیچ گونه توجهی برشان نمیشه. و این استقامت و پایداری خودت ما ستایش میکنم. نباشین و نباشین. یک سلام بسیار گرم بر تمام هموطنانیم که در هر گوشه و کنار از جهان قرار دارند، چی در افغانستان هستند و چی از افغانستان خارج هستند. خدمتشان تقدیم میکنم. امیدوار هستم که زندگی به کام همگی باشه. نباشین. خانم یارمل، بسیار گپ است که امروز شما باید بگوییم. بیاین که از مهاجرت شروع کنیم. این اولین بار است که مهاجر میشین؟ چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ انسه جان گل افغانستان هیچ گاه آرزو نداشتم که ترک کنم، ولی مهاجرت های اجباری سبب شد که من افغانستان را ترک کنم. سالهای قبلم زمینه های مهاجرت، زمینه های سفرهای خارجی بر من مساعد بود، ولی هیچ گاه وقتی به یک سفر می رفتم امی که برنامه تمام شده بود، هر چی زودتر به وطن باز می گشتم. سالا دوستایم برام میگفتن که همه به خارج رفتن ولی تو چرا در افغانستان هستی؟ من میگفتم اگر همگی خارج بره پس اون نیازهای مردم که مرفوع بسازه، نیازهای هنری، نیازهای فرهنگی و بالاخره نیازهای اجتماعی مردم کی برآورده بسازه. هر کس نمیتونه که دل بکنه از وطن، هر کس نمیتونه که مردم خود نادیده بگیره، کار و فعالیت و عشق خود نادیده بگیره. هنر بر من یک عشق بود و هیچ گاه ترکش بر من آسان نبود. بیاین از اون وقت شروع کنیم. خانم یارمل، که جانم، شما وقتی که بار اول طالبان آمدن کجا بودین؟ در کابل بودین یا در بلخ و چی شد؟ من به مزار شریف بودم. انسه جان به مزار شریف بودم که حکومت سقوط کرد و طالبا یک بارگی به یک بارگی هجوم آوردن. فاریاب گرفتن، از پشت از او آمدن شبرغان گرفتن، به تعقیب از او آمدن مزار شریف گرفتن. و در امی جریان شاورما نبود در خانه، در وظیفه بود. در وظیفه بود و این شاورما زخمی شده بود. زخمی شده بود. این به عوض از این که شاورما نظامی بود در
وظیفه بله. را میشته بود. بله، به عوض که شوهر مرا انتقال بدن به یکی از شفاخانه‌های بیرون از کشور، خب آوردن خانه، چون خودشم نمیخواست که بره. خب آوردنش خانه و ای اما تو دبستر بود. دبستر بود که سقوط کرد مزار شریف. سقوط کرد و ما شوهر ما انتقال دادیم در یکی از قریجات مزار شریف. و او قریه زادگاه شوهرم بود. زادگاهش و فامیل و خانوادهش در اونجا حضور داشت. بعد از اینکه شوهر ما بردن، و فامیلش مجبور شد که امی شوهر مرا در یک جای پنهان کنن دیگه، پت کنن. یعنی آمدن طالبا، نه تنها که زندگی، خانه، اولادم، همه چیز از پیش ما گرفت. چطور یعنی؟ همو دوره. چطور؟ چطورش به این معنا که وقتی که طالبان آمدن سایه کودبرق اشغال کردن، تمام خانه های نظامی ها را اینا تلاشی کردن. تمام خانه های نظامی ها را تلاشی کردن، هجوم آوردن. موترهایی را که دولتی بود برشان داده شده بود، بر جنرالا، برای نظامی های عالی رتبه، موترها را بردن، خانه های مردم را چور کردن. ای که طالب بود یا که نمونه های طالب بود، او را ما 100% نمیفهمم، ولی هجوم آوردن دمی دوره و دمی روزایی که طالب آمد و مزار شریف گرفت، یعنی افغانستان شمول شد. امی آلت سر ما آمد، سر تمام نظامیات، نه تنها ما، بلکه اونجا تقریبا 50 خانواده نظامی ها بود که تمام خانواده های نظامی ها را تلاشی کردن. کسایی که سلاح داشت سلاحشان بردن، کسایی که مثلا در خانه هایشان تلویزیون بود تلویزیون هایشان شکستندن. و از وقت بعد ما یک پسرک 17 ساله داشتم که او یک مدت شده بود، یک مدت طولانی شده بود که تقریبا 5 سال انقدر که یک تکلیف گرفته بودیش که پایش فلج شده بود. پایکش فلج شده بود و ایره کلگی دیده بودن و میدانن و میفهمن که من هر روزی تفلک خود بیرون میبردم میآوردم. طفل نبود که بچه جوان بود. ولی وقتی که طالبا در خانه ما حمله آوردن، امی اولین حملهشون از امی دروازه خانه شروع شد که دروازه را بلگت زدن و دروازه را تک تک کردن. بدون از اینکه من امی دروازه را واز کنم، اینا زدن دروازه را، شکستاندن و داخل شدن و خود ما با قنداق تفنگ زدن. یک دختره که ما فکر میکنم 8 ماه بود در بغلم که یا تا از بغلم افتاد، چون خودم افتیدم. اینا هجوم بردن در خانه. وقتی که خانه ای تفلک مرا دیدن که در اونجا، بچه مرا دیدن که در روی بستر استراحت است، یا فکر کردن شاید من میگم که یا فکر کردن که پت شده، پت کرده خدا. این با قنداق تفنگ زدن انیسه جان. با قنداق تفنگ به شقیقش اصابت کرده بود و اونمو بود و امو شد. و بعد از 7 روز باز پسر ما که ما که باز از این منطقه دیگه، ببخشین که ما چی میشم جانی میشم، گپ از پیشم میره انیسه جان. وقتی که اینا بچی مرا زدن و چیغ و غال مغال همگی ما برآمد و اینا میگفتن سلای شوهرت کجاست، شوهرت کجاست. ما برشان میگفتم ما شوهر ما ندیدیم، شوهر ما 1 ماه میشه که در وظیفه رفته، دوباره بر نگشته. و سلا در کجاست. و ما متاسفانه که سلا نداشتیم. شوهر ما رئیس تشکیلات بود و هیچ وقت با خود سلا عمل نمیکرد و یک اقدام گرفته بودن. خب 15 لگر پرام از پیش ما گرفتن. به زودترین وقت در روز دوم سیوم دیگه ما را از این خانه کش دادن و ایورای محمد ما را به همی قریه که مربوط فامیل خانواده شوهرم میشد و از امو قریه به نام قریه اسارک میگفتن، در بلخ شریف نزدیک جوار بلخ است. ما را انتقال دادن رفتیم. خب بچه من مریض شد. از این گپ یک 3 روز 4 روز 5 روز دیر شد. من ای را آوردم در شفاخانه. خدا ببخشیش دکتر عالمی، یکی از دکترهای بسیار مجرب مزار شریف بود، مرا در روی
شفاخانه دید، گفت یاسمین چی گپ است؟ گفت چی میکنی اینجا بچیم؟ ما گفتم دکتر صاحب اینه تو بچه ما مریض است. خب گفت در کدام جای آوردیشه؟ گفتم والا در یک جای در بخش سرویس اطفال ایره بستر کردن. خوی رفتم رایم رفت که ایره دید، گفت او یاسمین، گفت بچه تو خود کشتی؟ ایده چی گپ شد سرش؟ چی حالت سرش آمد؟ ما قصه کردم که این قسم با تفنگ کلاشینکوف به شقی بچه ما زدن. گفت خونریزی دماغی داره. ای گفت طفلت جور نمیشه، ایر زود ببر خانه که شایدم در آن نفسش برای، شایدم در خانه. انیسه جان امو بود که ما با بسیار مشکلات را آوردیم در خانه و امو شاور واقعا به گفت دکتر که امو شاور سوپ نکرد. یعنی تقریبا بعد از یک روز که یادسته سر ما آمد بچه ما از بین رفت. و ما از ترس از که آل پشت شوهرم نیاین، آل پشت خودم نیاین. تو او وقت نفهمیده بودن که خودت کی هستی؟ نه نشناخته خیر، بودن شما را؟ نه خیر، نیمر نشناخته بودن. آها. و مور سکوت به لب زدیم تا به امروزه، تا به دی روزه که تا به روزی که من مصاحبه کردم و این موضوع را یاد کردم دیگه اصلا ما به زبان نورده بودم میگه با انیسه جان خان. به خاطر از اینکه ما نمیتونستیم، ما خود ما امنیت نداشتیم، چطور میتونستیم میگه به اثبات برسانیم؟ چطور میتونستیم بگوییم که اینطور یک حادثه سر ما رخ داد؟ کی بود که بیای از ما پرسان بکنه؟ کی بود که از ما جویای اول شود؟ خو یک زهر بود که قرد کردیم و یک حالت بود که گذشتاندیم. تقریبا مدت 2 سال ما در قریه ماندم انیسه جان قن. در 2 سال ما فقط امو چیزی که زندگی داشتیم، چیزی که به اصطلاح مال خانه داشتیم ایره فروختیم. ایره فقط ما از طریق فروش اموال خانه امرار حیات میکردیم و خانهشان آباد، مردم قریه هم با ما کمک میکردن. یک دوره بسیار طولانی را که به مزار شریف آمدم پیش از اینکه طالبا بیه. من معلم بودم انیسه جان قن خب. در بله در لیسه بی زینب کودبرق معلم بودم. باز امی خانمای جوان، دخترای جوان کلش می آمدن پیش ما درس می خواندن انیسه جان. و ما یار بچه شوق و ذوق دمی دوره که یک عوض بسیار خوبش ما دمی البته عوضای چی میگن ابتدایی کانکریتی نی، عوض چکک های ابتدایی جور کرده بودیم. یک صفحه گلی سر امی صفحه گلی دیگه یک فرشک انداخته بودم و نموجه یا می آمدن من اینا را درس میدادم. شما باور میکنین که در 3 سال بهترین شاگردار ما اونجا تربیه کردیم که امروز با سواد هستن. امروز صنف 2000 خلاص کردن همون دخترکا. مکتب خانگی شما ساختین برای؟ بله مکتب خانگی ساختم انیسه جان. به این رقم باز امی چند سال را که طالبا حاکم بود در مزار شریف اینجا ما ماندین. به این شکل سپری کردم. ولی در آخرای سال سقوطشان بود که دیگه بسیار بر من جان خسته کن شد، بسیار شرایط بر من ناگوار شد. هر قدر که کلانترم آمد برازی گفت که برین دیگه شما شرافتمندانه از اینجا براین بانین که خانم در خانه خود میایه امرای اولادای خود. اینا قبول نکردن. من یک همسایه داشتم معلم بود، از پشتو زبان بود، از لغمان بودن اینا. یا همسایه روبروی ما بود. من رفتم پیش از این معلم صاحب، رفتم گفتم معلم صاحب این همسایه من هم برای ما امروز چی کنم؟ گفت خیر باشه ما یک چیز تشکیل میدیم، یک کمیسیون تشکیل میدیم از کل کوچگی و کلانتر کوچه و مولای مسجد و همگی. خب گفت در خانه ما این کار میکنیم. خوی خیر ببینه در خانه خود امی مولای مسجد با تمام امی کلانای کوچه خواست. گفت شما خب میفهمین که امی خانه را جنرال صاحب به بسیار مشکلات آباد کرد، به بسیار شرایط سخت آباد کرد. ایره نه دولت کمک کرد در او وقت راستیم، در وقت نه دولت که امرای ما کمک داشت نه به اصطلاح کسی. من فقط زیورات خودم فروختم، اما پول را که از پدرم به ارث به ما رسیده بود که در او وقت $3000 بسیار پیسه بود انیسه جان.
که تن و ما می زمین تقریبا در حدود یک $200 یا $300 اینقدر خریده بودیم. یعنی فکر کنین $3000 بسیار پیسه بود در وقت که باز ما می توسطم پیسه خانه خود آباد کرده بودم. گفت که این خانه حق مسلم از این خانم است، برای با وجود از گپ از یاره این قبول نکرد و این نبرامد. خوب گفتم سعیز شو ما خانه معلم صاحب تیر کردم. صبح دیگه ساعتای نمیفهم چند صبح بود که ما از این خانه برآمدم. رفتم دروازه را تک تک کردم. دیگه از گاراچ از زمینا یک دانه مچم چوب بود یا آهن بود یا سیخ بود، نمیفهم چی بود. دمی دست خود گرفتم، برآمدم، رفتم دمی دروازه را تک تک کردم. امی دروازه را تک تک کردم. این دروازه را که بچهش واس کرد، ما وار کردم سر از این ایتر زدمشه با این چوب که حلال دیگه بود. دیگهش زدم که دیگهش آمد، دیگهش زدم. گفتم مبرایی از خانه یا نه مبرایی؟ گفتم این خانه حق است و این خانه از ماست، این مال شخصی است، تو چطور آمدی تصاحب میکنی؟ دیگه ما انیسه جان همه چیز قبول کرده بودم، هر مشکل قبول کرده بودم. مردش آمد که مردش آمد که می خدا گفته نمیفهم با کدام قوت من حالا ایران میمانم، با کدام قوت هیچ وقت یک کار نکرده بودم انیسه جان. با یک قوت نامری آنچنان ضربه زدم به این مرد، آنچنان زدم این مرد کره که ای اتا توان از این نداشت که همی چوب بود یا هر چیزی که بود یادم نیست این را دست ما بگیره. گفتم برش ضرب و عجل تعیین کردم. گفتم اگر فردا نامدی از اینجا کوچ نکرده بودی، گفتم آلتا از یان بتر میکنم. سبا 4 صبح یادم کوچ کرده بود. انسه جان به این شکل ما خانه ما گرفتم. طالبا چیزی نگفتن تا هیچ وقت تا وقت قرض نگرفتن؟ نه این گپ به طالبان نرسید. این گپ بین کمیسیون کوچگی ها حل شد و ما دوباره آمدم در خانه. دوباره دیگه فرداش ما کوچ خدا پس آوردم دیگه. کوچ هم بر ما نمونده بودن نیسا جان، چیز نمونده بود برای فروخته آوردن. بودین همه چیز. آمدیم دیگه. بله همه چیز فروخته بودیم نیسا جان. وقتی که اینجا آمدم یک مدت از اینجا تیر شد، اینجا که آمدم دمی خانیم یک مکتب خانگی بازم ساختم. انسا جان 300 شاگرد داشتم، 300 شاگرد. 12 نفر خانم جذب کرده بودم، 12 نفر خانم معلم جذب کرده بودم که شاگردار ما درس میدادیم. در اینجا رفیق قالین بافی بود، خیاطی بود، دیگه دست دوزی، یک رقم قرص دوزی میگن، دخترای جوان، شاگردای خرد. یک غریب یک صبح میشد میدیدی که جوانا میاین کار میکنن با بسیار شوق علاقه. انیسه جان می آمدن کار میکردن و تقریبا 1 سال به امیر رقم ادامه دادم. باز بالاخره دیگه طالبا سرم خبر شد، باز آمدن امی مکتب ما بسته کردن. یک روز دمی روی صفحه دیگه کلان صفحه است، یک صفحه بسیار کلان داشتیم دیگه، دمیجه یک 100 نفر شاگرد شیشته و ما تخته را موندیم سر صفحه دیگه، بسیار با صدای بلند دیگه، با بسیار شوق و ذوق دیگه ادبیاتم درس میدم برشان. همین شعر من لاله آزادم، خودرویم و خودبویم، در صنف 7 بودی شعر. اینه بر از اینا بچی اما تو قلقلم میخوانم دیگه، خودم ازم خواندن خود لذت میبردم واقعا. یک وقت متوجه شدم که یک تعمیر بود از آقای سعید کیان. این دمی کوچه سر کوچه ما قرار داشت، در بالای کوچه ما دیگه. این طالبا گرفته بودن، قرارگاه طالبا بود. یا از بالا دوربین انداختن که خانه من دیده که قدر نفر در خانه چی میکنه. بر از اونا سوال برانگیز بود که قدر نفر در خانه چی میکنه. باز از اموجا 2 فایل کردن، 2 فایل کردن که در روی اولی ما خورد، اصابت کرد. نمی یک فایرش در روی اولی خورد، یک فایرش هم دمی درخت اصابت کرد یا چه رقم که کال شاگردا غره و بگی نمانه همگی دیگه به اصطلاح گریان و فقان و خودمون مرخطا شدم. معلم صاحب با کلگی از داخل اتاقا بر آمدن، تقریبا 4-5 اتاق داشتم انیسه جان، کلش به صنفا تقسیم کرده بودم. در کلگی از امی شاگردا درس میخوندن، کارهای حرفوی میکردن و به این شکل
من خودم مصروف ساخته بودم، ولی متاسفانه که باز جلو ما را گرفتن و دیگه باز اخطار دادن که اگر بار دوم تو این کار بکنی دیگه باز ما میبریم تا امر بالمعروف. اوه. یکی از قصه هایش می بود. آه جالب. اه، خانم یارمل، ای خو قصه دوره اول رژیم طالب شد. شما یک هنرپیشه سینما بودین وقتی که رژیم تغییر کرد. در او زمان بله. همچنان مجاهدین آمدند و حکومت مجاهدین شد. در او وقت هم در اوایل هنرپیشه ها هنرمندا و اینا را اذیت میکردن. او وقت کجا بودین؟ او وقت چی گذشت به شما؟ کابل بودم در دوره اول آمدن مجاهدین. زمانی که مجاهدین آمد، من تا او وقتم در رادیو تلویزیون ملی کار میکردم. اما روزی که کابل سقوط کرد، مجاهدین داخل انسجان بسیار گپا زیاد است، بسیار قصه است که بعض اوقات ما که میخوایم بگویم حالتم تغییر میکنه، وضعیتم بسیار بحرانی میشه و گفتنش برام سختی میکنه دیگه. در هنر ادبیات هستم، در مدیریت نمایشنامه های دری. مدیر ما، مدیر عمومی ما دیگه آقای قدیر جانبین است. امی خبر شدن کلگی رادیو تلویزیون ملی که مجاهدین شار کابل گرفت دیگه. هر کس بده و هر کس میره دیگه. هیچ کس منتظر موتر مامورین نمیشینه که موتر مامورین بیایه و مامورین انتقال بکنن. خو در اون زمان، در اون وقت روز که ساعت 2 بجه روز بود و ساعتای 1 بجه و 2 بجه و از امی زمان به بعد که خبر شدن، یک قسم کلگی پراگنده کسایی که خانهشان نزدیک بود خو رفتن دیگه. من در اون زمان در کوتی سنگی زندگی میکردم. دمی زمان، دمی دوره که من در کوتی سنگی زندگی میکردم، امی مدیر ما آقای قدیر جانبین که یکی از نویسنده های بسیار تاپ او زمان و او دوره بود، یادشان بخیر، حالا فعلا در استرالیا زندگی میکنن. سالهای سال است که حالا فعلا در استرالیا هستن. ای از دفتر خود برآمد، گفت یاسمین تو چطور میکنی؟ ما گفت نرفتی خانه؟ گفتم نه مدیر صاحب نرفتیم. گفتم شما نمیرین خانه؟ گفت میرم. گفتم باشین که من طفلای من از کودکستان بگیرم. او وقتی که یک دختر یک بچه داشتم، رفتم از کودکستان طفلکای خود گرفتم. گفتم مدیر صاحب خیمه را برسان خانه، خود تو هم در کوتی سنگی میشینیم، ما خیبین که یک جای بریم که من خو میترسم، من خو نمیتونم تنها رفته. شوهرم خود دیگه خبر ندارم. خب گفتم بر شما که وقت تلفن‌های دستی نبود. نبود بله. دیگه، مشکلات بود زنگ زدن و این گپا. گفتم تا که شوهرم خبر شوه حال کدام وضعیت سر ما نبیایه دیگه. انیسه جان دمو وقت یک پیرن مینوژوب در جانم هست. خو شرایط ها اما قسم شرایط آزاد بود. کلگی لباس های مینوژوب می پوشیدن، کلگی لباس های بسیار مقبول اروپایی می پوشیدن. حال که من یگان وقت می بینم اینجا مردم میگم که خب ما در زمان شینما تو لباس میپوشیدیم. حالا که یگان وقت ما را یگان تا میبینه از دوستا باز میگن که وی الا اینه دیگه خارج رفتی به خدا سر تلاش کردی، خارج رفتی پای تلاش کردی، خارج رفت نمیفهم قول تلاش کردی. من میگم بابا ما از روز عدیم و قدیم امیر رقم سلاج و پایلاج و قلوج بودیم، چون دو شرایط امو رقم زمان بودن سجان، اما تو وقت بود و تو ناگزیر بودی که امو رقم می بودی، چون دولت تو را حمایت میکرد و تو در حمایت دولت بودی. دولت میخواست که تو با اون رقم سیستم، با اونمو وضعیت، با اونمو شکل تو در وظیفه بیایی و بری. انیسه جان ات خو نبود که مثل آل واره که چادرهای سیاه در سرت باشه و پیرنهای کشمکشال در جانت باشه. خود او دوره ای گپ یک نفر نبود، گپ عمومی بود. کل بله. مکاتب، پانتونا، خو عکس های سابق شما ببینید یک بار مقایسه کنیم که از اروپا کده بیشتر بود. به هر حال امی جانبین صاحب امرای ما در راه گد شد. تفلک های ما را گرفتیم آمدیم دم چارایی شیرپور که رسیدم دینه میجه اما تو یک بچه دویده آمد. یک بارم تا دو دشنامه شروع کرد. گفت که چی هسته؟ دل میشه که نمیزنه چاقو باران کنم. گفت که چی هسته؟ تو چطوری تو برآمدی؟ امی مدیر ما گفت که از برای خدای از وظیفه آمده میره طرف خانه خود. حال ما چی خبر داشتیم که مجاهدین شما میایه؟ ما از این وضعیت خبر نداشتیم. خب کل مردم به می رقم است. نه گفت ایرسه کو سرش لچ
قولش لش این چه رقم زن است، این چرا پت نیست؟ گفت ما خو از این وضعیت خبر نداشتیم. خیر برادر، تو گفت امی تفلک های عزیز دیگه تو ترسیدی من اینجا جان که گفتم مالکت چاقو تفلای من هستن خود من. خب به هر صورت میگفتم هم تفلک های من هستن و تفلک هایم چه تو ترسیده که خدا میدانه. خویی بچه گفت برین دیگه، تیز دیگه گفت برین دیگه نبراین. خب ببینیم که از موقع مردم های موقع ناشناس بگویم یا ای که استفاده جو چی استفاده هایی میکرد. شاید بله. هدف از این بود که ما برش پیسه بدیم، شاید هدفش نمیفهم چی بود. او دفعتا او مجاهد نبود که ما بگویم مجاهد بله. بود. بود نه، یک آدم راگذر بود، آمده بود که ما را با چاقو بزنه. به هر صورت تا امی پارک شارنه و به بسیار مشکل آمدیم. انسه جان نه موتر پیدا میشه نه تاکسی است، حالا ایران موندیم که چطور کنیم. بالاخره اما تا آیسته 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 تا پیش باغ زنانه که بله. باغ زنانه دیگه، شارارا، تا شارارا آمدیم. بالاخره یک بس پیدا شد، دمی بس شیشتیم ما تا خانه خود آمدیم. و بعد از اون دیگه ما دیگه وظیفه نرفتم، اما آخرین روز بود که ما وظیفه رفتم و باز بعد از او جنگا چرا شروع شد. نرفتین؟ جان چرا نرفتین خانم یارمل؟ هیچ کسی زنا دیگه نرفتن یا گفتن که نرین نیاین شما؟ والا دیگه نه بر ما اجازه دادن نشد که دیگه ما به تلویزیون بریم. مجاهدین اجازه نمیدادن که دیگه زنا برن بکار؟ برای ما اما خب گفته شده بود که نبین در وظیفه. اما ما به یاد ندارم که ما تنها نرفته بودم یا دیگران نرفته بودن، چون ما دیگه باز ما هیچ دیگه اصلا اطلاع حاصل نکردم و جنگا شروع شد. وقتی که جنگا شروع شد دیگه بسیار وضعیت خراب بود و بالاخره باز ما رفتیم طرف مزار شریف. اونمو بود که باز من مزار شریف رفتم دیگه. باز ما در کابل زندگی کردم نتونستم دیگه، بله. رفتم مزار یعنی شریف. به یادتان نیست که کی گفت که دیگه نیاین بکار؟ همین انیسه جان یادم نیست که ما را گفتن که نیاین یا که ما خودم خبر شدم دیگه. نمیفهمم که همین چطور شد. منتها ما دیگه وظیفه نرفتم، ما دیگه وظیفه رفتن نتونستم چون رای مام دور بود. موتر و وسایل دیگه پا من نمیفهم که دیگه هم کارهای ما میرفتن یا نمیرفتن، ولی من دیگه نرفتم. ما دیگه باز آمدم و مزار شما شریف. چی کار میکردین در رادیو تلویزیون؟ انیسه جان ما مامور رسمی اداره هنر ادبیات در بخش تمثیل بودم و در ضمن پرودیسر یک برنامه بودم. چند سال را در رادیو تلویزیون کار کردین و وقتی که ام، شما هنرپیشه سینما هم بودین، او وقتی بود که در رادیو تلویزیون بودین یا باز بله رفت؟ جان، بله. ما از هنرپیشه های رسمی بودیم، یعنی در وقتهای آخر قسم بود که از هر گروه از هر طبقه هر کس که علاقمند می بود می آوردن به سینما. ولی در اون زمان اتو نبوده نیسا جان. رشته تمثیل یک کمیسیون بسیار کلان داشت که در اون کمیسیون فرده جان انوری که رئیس اداره هنر ادبیات بود، استاد مشعل هنریار بود، استاد رفیق صادق بود، موبه جان جباری بود، فی فضلی بود، منان ملگری به نظرم بود. خواهمی بزرگا بودن که از هنرپیشه ها طی یک امتحان بسیار زیاد سخت و دشوار، بسیار بسیار سخت، یک امتحان سخت سپری میشد تا که تو به این رشته تو راه پیدا میکردی. چه یعنی قسم سجان بودی؟ امتحان تحریری بود یا تقریری تمثیل اینا؟ ام تحریری بود ام تقریری. یعنی تحریریش او بود که تو از روی دیالوگ میخوندی و تقریریش او بود که تو باید برای تکس داده میشد، تو تکس ازیاد میکردی میرفتی تمثیل میکردی روی ستیج که بله. تمثیل داره میدیدن. بله. آیا تو میتونی جست حرکات نرمش بدن این چیزا را باید کلش تو میداشتی. آها. غیر خانم، از اون آیا شرطی که عضو حزب باشی یا هم شرط بود یا این مسئله زیاد مطرح نبود برای سینماگران؟ نه خیر، نه گپ مطرح نبود. نه
هرگز من خو ندیده بودم که کسی که اعضای حزب باشه باید به سینما بره. وقت محصل بودین که آمدین به سینما یا تازه درس تمام شده بود که آمدین به سینما؟ هنوز چطور درسم تمام آمدین؟ نشده بود انیسه جان قند، هنوز درس ما تمام نشده چطور بود. آمدین؟ اگر قصد کنین. انیسه جان ما زمانی که مکتب صنف هفت مکتب بودم که انقلاب شد و دو دوره امی جوانا زیاد رشد پیدا کردن و در مکتبا بسیار کورس های آموزشی ایجاد شد. جوانا را مثلا به کشورهای اتحاد جمهوری شوروی روان میکردند برای آموزش و در پلوی ازی نیروهای جوان و تحصیل کرده و روشنفکر بسیار زیاد شده بودن. یعنی امی که میگه کار برای قشر پایان جامعه واگذار شده بود، این حقیقت بود انیسه جان. یعنی تا او زمانی که انقلاب نشده بود، مردمای عادی به چوکی های دولتی را پیدا نمی کردن، مثلا به پوانتونای خوب را پیدا نمی کردن. یک قشر معدود بود که پوانتون می خواند، یک قشر معدود بود که مثلا در دوایر دولتی کار و وظیفه داشتن. مثل امروز واره، مثل امروزه که میبینین که یک قشر محدود حاکمیت افغانستان به دست گرفته. این می رقم بود او زمانم، در زمانهای گذشتم تقریبا همه بود. بسیار محدود از مردمای مثل تاجک و ازبک و هزاره، بسیار محدود کسا بود که چوکی ها و مقام های دولتی را بله. اختیار میکردن. ولی وقتی که انقلاب شد، انقلاب 7 ثور به پیروزی رسید، این زمان شما میدیدین که از یک خانوادی بسیار غریب، از یک خانوادی بسیار به اصطلاح بگویم عقب مونده، خود نمیتونم برش بگیم، امی خانوادی غریب بگویم بهتر است، یا بی واسطه بگویم بهتر است. وقتی جوان تحصیل کرده داشت، وقتی پسر درس خوانده داشت، در بهترین پست های دولتی مقرر می شد بدون واسطه. شما باور دارین که ما بدون کدام شناخت، بدون کدام واسطه به رادیو تلویزیون ملی مقرر شدم؟ شاید باور شد. نکنید. میشه بگوین که چه وقت بله، بود؟ وقتی که من عروسی کردم، بعد از عروسی در سال 62 بود که عروسی کردم و آمدم کابل. و او دوره از اون دوران مکتب ما بر شما بگویم که از دوران مکتب دیگه من شروع کرده بودم، گپم رفت به یک جای دیگه به نظرم. از دوران مکتب ما کار هنری را شروع کردم انیسه جان. وقتی که در پارچه های تمثیلی مکتب اشتراک میکردم، در گروه موسیقی بودم، سرتیم گروه موسیقی بودم. برنامه های در معارف تجلیل میشد، در او برنامه اشتراک میکردم، آواز میخواندم، سرود ملی میخواندیم سر لاین. وقتی که شاگردار هر روز لاین میشدیم، باز مدیره میامد مثلا یک صحبت میکرد در مورد بسیار گپا، در مورد تربیت، تعلیم، اخلاق، مثلا روابط اجتماعی صحبت میکرد. باز بعدا همین سرود ملی خوانده میشد. بعد از خواندن سرود ملی مثلا به صنفا تقسیم میشدیم. باز جلسات گروپی بود، جلسات هفته یک بار جلسه میشد بین جوانا و از بین جوانا هم با استعدادترینشون انتخاب میشد. ولی ما شخصا سر من خودم میگم، ما دیگران نمیفهم که برای من به زور گفته نشد که تو برو به سازمان یا به حزب برو. برای من گفته نشد. من خودم علاقمندانه رفتم به سازمان جوانا. رفتین؟ بله، من به سازمان جوانا بودم و طبعا که زیاد اکتیو بودم و در وقت جوانا یک روحی عجیب و غریبی داشتن، چون تحول دوست داشتن، ترقی را دوست داشتن، پیشرفت را دوست داشتن. یعنی میخواستن کشورشان از یوغ استثمار آزاد شود. یعنی انسان ها به حق و حقوق خود برسن.
یعنی هر کس حق و حقوق خود بشناسه، یعنی هر انسان حق داشته باشه که در اجتماع کار کنه، در اجتماع درس بخونه، تحصیل بکنه، نه یک قشر محدود، نه یک گروه محدود. باید زندگی حق کل انسان ها بود و انسان ها همگی باید از یک حق و حقوق برخوردار می شدن. و به این خاطر این روحیه ها و این به اصطلاح تشویق و ترغیب ها، چون جوانی بود، احساسات جوانی، خب میفهمی که چقدر انقلابی و پرشور به بار می آید انسان. و چون مناسبات اجتماعی هم خیلی فوق العاده تنگ بود انیسه جان، خانواده ها، آدم از خانواده خود شروع کنم. من از خانواده خود شروع کردم، امی سرکشی و سیان من از خانواده خود شروع کردم انیسه وقتی جان. که مخالفت کردن با یکی در سازمان هستین، مخالفت داشتن با یکی در سینما بله رفتین، بله مخالفت بله بود. بله بله بله، همش مخالفت بود تا به امروز، با جز از خانواده خودم که همسرم باشه و خانوادیم باشه دیگه، همگی با من چی شد مخالفت وقتی که از فهمیدن همون شما دوره. عضویت سازمان ندارین، وقتی که فهمیدن شما سینما رفتین؟ خیلی ناگوار تمام شد برشان، خیلی. حتی من عضو خانوادی خودم از دست دادم دیگه، یعنی با من هیچ روابط، حتی تمام روابط خود فامیلم قطع کرد. خب من فقط یک برادر داشتم، یک برادر داشتم که یک برادرم روابط خود با من کاملا قطع کرد. و چی وقت بود پدرم فوت کرد. وقتی که به سینما رفتین قطع کرد رابطه خدا؟ بله، امی که خبر شد که من به سینما کار میکنم، امی که خبر شد که من در فیلم بازی میکنم، از امو به بعد مناسباتش با من قطع شد. تا به حال؟ امروز، بله تا به امروز. ولی پدرم تا وقتی که فوت شد نفهمیده نیست جان که چطور؟ ما رفتیم، به خاطر که اینا به مزار شریف بودن و ما به کابل بودم. وقت خو تو تلویزیون کم بود، مثلا در خانه ها تلویزیون کم بود، سوشال میدیا وجود نداشت، از روی چی خبر می شدن؟ تلفن نبود دیگه، خبر نبودن انیسه جان. چند سال تا بعد ای که بله. پدرم فوت شد. وقتی که پدرم فوت شد، پدرم زود فوت شد به خاطر از اینکه من بسیار جوان بودم. سال 1356 پدرم فوت شد. 66 ببخشید، سال 1366 پدرم فوت شد. که خداوند من، رحمتشان کنه. بله دیگه، او وقت در سال 1366 من به شکل رسمی تازه آمده بودم. در ماه سنبله سال 1366 تاریخ 12 بود یا 15 بود که من به تلویزیون ملی مقرر شدم به صفت مامور رسمی. قبل از اون که متعلم بودم، به شکل بالمقطع کار میکردم انیسه جان. بالمقطع خب میفهمی نه خودت؟ نیمه روز یا نیم تایم. از مکتب که می اومدم باز می اومدم اداره هنر و ادبیات باز کار میکردم. وقت خانه ازدواج کرده بودین که شما؟ بله بله، من رفتین؟ بسیار بسیار خرد ازدواج کردم و علت شما می بود که مرا شوهرم حمایت میکرد و یگانه مرد زندگیم بود که مرا حمایت میکرد و همین سبب شد که ما با هم عروسی کنیم. بله. برادرتان چی گفت که وقتی شما آمدین به سینما و رابطه خدا یک بار قطع کرد؟ محیط مزار گپ شریف زد؟ یک محیط، امرایتان گپ زد؟ برتان گفت که نکنین این کاره؟ نه، نگفت ولی عکس العمل نشان میداد، نمیگفت ولی عکس العمل نشان میداد و ما میفهمیدم. محیط مزار شریف یک محیط بسیار بسته بود، او قدرم باز نبود. بود البته تعداد تحصیل کرده ها فراوان بود، یعنی در هر خانواده اگر مثلا یک خانواده 7 نفری بود، 4 نفر از این تحصیل کرده و باسواد بود، ولی برشان سینما قابل قبول نبود. تا به امروز هم نیست جان قند، تا به امروز، تا به دیروز بگویم، یعنی قبل از
سقوط بگوییم. تا به بله. امروز هم بسیار مشکل بود برای یک زن هنرپیشه، برای یک زن هنرمند و زنی که باز آگاهانه به سینما بیایه، زنی که آگاهانه بیایه یک کار هنری را انتخاب بکنه، خیلی برش دشوار بود، چی در محیط، چی در با وجودی که شما میدیدین و دیدین که یک برادر دارین امرایتان رابطه خود قطع میکنه و دوستای دیگه گفتین که دوستا و اینا پدر و اینا بله چنان راضی نبودن کسی، بله. چرا انتخاب کردین که سینماگر باشین؟ من در زندگی خود همیشه استثناءات خوش داشتیم منیسا جان، یعنی من خوش ندارم مثل دیگرها باشم، هیچ وقت خدا با کس مقایسه نمی کنم، هیچ وقت. و همیشه خوش دارم که خودم باشم یا سمین یارمل باشم، هر کسی که هستم، ولو که ایده خوب دارم یا ایده نامناسب دارم. مثلا من اونمو ایده این بود که باید یک کار بکنم، یا برم ده حزب برم، یک حزبی باشم، یک مبارز باشم، در سیاست داخل باشم، که باز بعدها به خاطر از که روح پدرم نارم نشه، من دیگه باز استعفا دادم از حزب. چی خوش شد زود؟ نبود، خوش نداشت اصلا او؟ نه خیر، نه خوش نداشتم. و آمدم کار را انتخاب کردم که در شروع میخواستم که یک پلیس زن باشم، بسیار خوش داشتم که یک پلیس زن باشم، هم تو دیرشی مقبول نظامی بپوشم و تفنگچی مقبول دمی کمرم بند باشه و نیفهم چرا خوش داشتم. و یک خانم بود به نام دگروال نسرین جان که این بسیار یک زن شجاع بود و شجاعت از این مرا زیاد خوشم می آمد. هر باری که من می دیدم که این یک پلیس زن با اق جسارت در او زمان خودش موتر درایف میکرد، خودش مثلا بسیار کاکا بود دیگه، همون کاکا یا ازی خوشم میامد، میگفتم من هم باید اینما تر یک پلیس شم. باز بعدها از این رشته صرف نظر کردم، گفتم نه، برای که من باید با مردم باشم، کار کنم که طرفدار خود در بین مردم پیدا بکنم و اقلا بتونیم که امو تاریکی هایی را که امروز زنای افغانستان با او مواجه هستن، امینا را برای مردم روشن بسازیم، ذهنیت سازی کنیم، بر مردم ذهنیت سازی کنیم، حق و حقوق مردم باید برشان تأمین شود، از طریق هنر آدم خوبتر میتونه انعکاس بده این بله. موضوع ده. خانم و یارمر، همین بود که من انتخاب کردم هنر سینما را. دقیقا. خانم یارمر، اولین فیلم که بازی کردین کدام فیلم بود و چند فیلم دارین؟ بهترین فیلم هایی که از نظر خودتان بازی کردین کدام ها هست؟ کمی دربارش گپ بزنید. بله، بهترین اولین فیلم که من بازی کردم فیلم زمین بود، یک فیلم سینمایی بود از محترم جلال پیروز که هر بار نامشان بردیم، در هر مصاحبه نامشان گرفتیم، یادشان بخیر، نمیفهم در کدام از کشورها مهاجر هستن. یکی از کارگردانای مسلکی و کارکشته که دکترا داره در رشته کارگردانی، خیلی یک کارگردان مستعد بود و اولین بار بود که من کمره سینما را توسط فیلم از اونا دیدم که خدا مغفرت کنه قادر فرخ، یکی از بازیگرای تاپ سینمای افغانستان، غول سینمای افغانستان، آنقدر با عظمت و با قدرت بازی میکرد که برش بگویم غول سینمای افغانستان. به هر صورت امرای زینا هم بازی بودم، امرای زینا هم بازی بودم و او فیلم بعدها نشد. چرا؟ دلیلش چی بود که اکثرا دولت وقت تغییر میکرد یا سیاست های دولت قسمی بود که فیلم هایی که ساخته میشد باید اهداف دولت از زیادتر پیاده بکنه، بله. یعنی سیاست و فیلم با هم تقریبا یک جا بود، یعنی فیلم سازی و نمایانگر ازی بود که کارنامه های دولتی را زیادتر دی البته جان در دهه 60 همطور بود بله. که باید سیاست های دولت از زیادتر ما یادم انعکاس میاد. میدادیم و یا فیلم هایی که ساخته میشد
مثل که انجینیر صاحب لطیف ساخته چند فیلم، صبور سرباز، فرار و بعض فیلم ها که بیخی فیلم هاییست که یعنی اهداف دولت نمایش داده در این فیلم ها، نماینگر و بله. باستاب کارنامه های دولتی بوده. بله. فکر میکنم بعد این نسبت ها بود که این فیلم از نمایش ماند. چی باز بود نمیفهم قصه ای فیلم؟ جان. داستان این فیلم چی هست؟ چی بود؟ بیادتان است؟ داستان این فیلم داستان بود که ما خانم یک دیقان هستم. خانم یک دیقان هستم و می سابق برش اشرار میگفتن، باز بعدا مجاهدین شد. امینا میاین در خانه امی دیقان که به اصطلاح زمینای زمین گرفته از دولت، یعنی امی دیقانه که خانوادهش از بین میبره. آه. انیسه جان یک فرمان صادر شده بود از طرف حزب، از طرف دولت، که کسایی که اضافه از 60 جریب زمین داشتن، زمین های زینا تحت تامین دولت میشد. باز ایره تحت یک فرمان به دیاقین غریب و بی‌بضاحت و دیاقینی که سالهای سال به فیودال کار میکرد، میدادن. این زمین ها رو برای از اینا تقسیم میکردن. و فکر میکنم 300 متر مربع، مچم 300 جریب یا چقدر، یا 8 جریب راستی تو به 8 جریب زمین برای دیاقین بی زمین دولت برشان زمین میداد. باز وقتی که دولت انقلاب به اصطلاح شکست خورد و مجاهدین آمد، باز امی فیودالای زمین های خود از امی دیاقین پس پس گرفتن. آها. پس گرفتن، بله ها. و امی فیلمی که ما بازی میکردم، اما طور یک فیلم بود که این شوهرش از دیقانایی است که از این زمین ها مستفید شده و اشرار در خانهش میاین و اینا را از بین میبرن. ما مهم. مصنی خودم برتان میگم، مصنی را که من بازی کرده بودم. بله. اما طور یک چیزی بود دیگه، از محتوای اضافی فیلم آگاه نبودم. باز بعد از بود که همه متعدد فیلم ها بود که پای هم کار کردم و زیاد فیلم ها بود و تعدادش دیگه انیسه جان دقیق گفتن نمیتونم، ولی اضافه سریال هایی که بازی کردیم، تمام سریال هایی که در افغانستان ساخته شده بازی کردیم، تمام کارگردان هایی که فیلم ساختن امرایشون بازی کردیم. تنها امرای دو خانمی که فیلم ساز بودن، یکی خانم رویا سادات، سبا سحر، و یک خانم دیگه بود سارا کریمی. تنها امروز از این سه خانم بازی نکردیم دیگه. با تمام کارگردانایی که فیلم ساختن ما فیلم دارم. فرصت نشده که بازی کنید؟ فرصت نشده یا ای که اونا لازم ندیدن، شاید لازم ندیدن. بله بله درست. بله. کدام فیلم گفتم شما خودتان بسیار خوش دارین؟ فیلمی از که فیلمایی که خوش دارم، ما خو فرق بین فیلم های خود گذاشتن نمیتونم و به خاطر از که برای هر کار خود زحمت کشیدیم. همگیش دوست دارم، همگیش دوست دارم. یک فیلم بازی کرده بودم به نام انتها، کارگردانش یک کسی بود که سادات تخلص میکرد ولی نامش نمیفهم. پرودیسرایش اجمل ایوبی و ایمل ایوبی بود. این فیلم زیاد دوست دارم. و فیلمی که نصیر جان القاص ساخته بود، فیلم بچه مردم، که وام بسیار برام خاطر برانگیز است، به خاطر از اینکه یک مادر محتاج نشان میداد که یک خانم بیوره که این شوهر خود در جوانی از دست داده و شوهرش کشته شده و این یک طفلک 3 ساله داره، 2 ساله، 1.5 ساله یا 2 ساله داره. 2 ساله که ناگزیر میشه باید همسر بگیره و همسرش طفل زیر این زن مجبور میسازه که طفلش باید رها کنه، یعنی یا به کس بده و این طفل خود به کس داده نمیتونه. در یک ازدهام طفل خود رها میکنه و
رها کردن این طفل و او صحنه خیلی دیگه دشوار بود انیسه جان. باور کو که دیگه امیال رو مینه یک قسم میشم یاد میکنم، یک قسم استخوانای میسوزه. و این فیلم بسیار زیاد دوست دارم. دیگه بله. یک فیلم هم امرای انجینیر صاحب لطیف کار کردم که فیلم ریشه بود نامش. این در فستیوال ژاپن رفت، خیلی جوایز گرفت و در افغانستان فکر میکنم به نمایش نرفت. این فیلم هم بسیار یک فیلم عاطفی بود. چرا دیگه به نمایش نرفت؟ این مسئله را کارگردانش میفهمه. فکر میکنم که فیلم پروژه‌ای بود یا نبود نمیفهم، دربارش چیز معلومات دادن نمیتونم منیسا جان. فیلم آخرین شب آخرین شیر که او هم یک مادر نشان، یک مادر مجبور است. این فیلم هم از جانشیر ایدری بود که بار بار نمایش خورد، در فستیوال ها اشتراک کرد و در فستیوال تاجیکستان خودم هم همراهش رفتم که اونجا هم بر ما و هم بر سیده جان بلخی یک اوارد دادن. دیگه این فیلم است که بله. زیاد خوب است. خب یادم نمانده دیگه خانم زیاد. بیارمل، این فیلم ها در بهترین فیلم هایی که در افغانستان ساخته شد در کدام دوره است؟ آیا در مو دهه 60 است یا پس بله. از سال 2000؟ اگر شما بخواین به عنوان یک هنرپیشه که در هر دو دوره کار فعالیت کردین، داشتیم. بله. فعالیت داشتین، مقایسه کنین، بله. تو میبینین وضعیت سینما را در او زمان و در این زمان؟ در دهه 60 فیلم ها کمتر ساخته می شد، ولی بسیار با محتوا، بسیار با تکنیک عالی، بسیار قصه های جالب و قصه های بسیار دراماتیک. ولی در سالهای بعدم فیلم های بسیار خوبی ساخته شد، سریال های بسیار خوبی ساخته شد که نباید نادیده بگیریم. کار کرده هر کارگردان برش بسیار با ارزش است. مخصوصا در اینجا خانم‌ها زیاد ظهور کردن در دوره دیگه اواخر، بعد از سال 2000. جمهوریت. بله که خانم‌ها دست به فیلم سازی زدن و خوب خوب فیلم ها ساختن که از اون جمله خانم رویای سادات است که امروز هم به نظرم کار میکنه در امریکا و فیلم های خوبی داره. فستیوال ها به اصطلاح محاصره کردن نام خدایش دیگه. من خوش میشم بسیار زیاد که خانم های جسور همونطور در میدان بیاین و همونطور کارنامه های خوبی از خود به جا بگذارن. ولی در او زمان که بود در دهه 60 دولت بسیار حمایت میکرد سینما را و هنرپیشه ها را. تمام امکانات برای هنرپیشه ها مهیا بود، بیترین معاش برشان داده میشد، بیترین نقوزمه، خانه های مکرویان ها کلش از این هنرپیشه ها بود. نطاقای تلویزیون و هنرپیشه ها هنرمندا زیادتر از این امتیازات مستفید می شدن. دولت در تمام لوکیشن ها، حتی در بدترین قشلاق و قریه و قصبات که ما می رفتیم، تانکای دولت، کندکای عسکری امرای ما می رفت و امنیت ما را تامین میکرد تا که ما شوتنگ های خود به پایان می رساندیم. دیگه در او دوره دولت بسیار پشت سر سینمای ساد بود و رشد بسیار همه جانبه هم در او دوره کرد سینمای افغانستان. ولی بعدها فیلم ها یک مقدار فیلم های فستیوالی شد، فیلم های پروژه‌ای شد. چرا به نظر شما هیچ وقت سینمای افغانستان در سالهای آخر همون جایگاه عمیق خود در بین مردم نتانست پیدا کنه و در سینماهای جهانی فیلم های افغانستان همون جایگاهی را که باید پیدا کنه نتانست پیدا کنه؟ انیسه جان، در جامعه که ما زندگی میکنیم، همه کارم که سینماگرای ما کرده و یا کس حضور پیدا کرده در سینما، این بسیار کار کلان است. خوب ولی تنبلی کردن به نظر ما کارگردان های ما. از پروژه هایی که آمد، از امی پول انگفته که در رادیو تلویزیون، در افغان فیلم، خود
از هر گوشه و کنار میشد که یک پول را تو به دست بیاری و بتونی یک فیلم بسازی. ولی به نظرم کارگردانای ما غفلت کردن و نکردن کار. کسی او کار را که باید میکرد نکرد و با او کیفیت که باید فیلم بسازن فیلم ساخته نشد. و به عنوان ای که شما یک هنرپیشه زن هستین، در سینما در تئاتر افغانستان کار کردین، دختر فیلم هستین. بله. بسیار ساده. بله. مورد اذیت قرار گرفتین، مشکل برتان جور شده، تهدید شدین، این چیزایی که اگر شده دربارش در صحبت. دورای گذشته نه، فقط یک بار که ما فیلم عماسه عشق می ساختیم که مهم. یک بار ما در محاصره اشرار بگویم دیگه، حالا چی بگویم، من نمیفهم کی بود، اشرار بود، مجاهدین بود، کی بود. یک بار در محاصره از اونا در قرار کجا گرفتیم که بودی؟ در بلخ تو مزار شد شریف. چی رقم؟ باز اونجا ایتو بود که ما شوتینگ داشتیم در بلخ شریف که جوار مزار شریف است. بلخ و در اونجا ما شوتینگ داشتیم در دور زیارت رابی بلخی. آزار است و ما سر هست هستیم و سر گودی هستیم و این گپا که همینجا ما را مجاهدین محاصره کرد. مهم. محاصره کرد و دیگه گفته بود که همی مردایش بکشین، دخترایش بیارین. باز در همینجا جنرال دوستم او وقت قماندان یک کندک بود. امی آدم بر ما نیروی محافظتی و گپا آورد، ما را از محاصره خلاص کرد. تا شام ما در محاصره مجاهدین بودیم، ولی باز امی جنرال دوستم ما را اونموجا از محاصره خلاص کرد و رقم. ما دیگه توپ آمد، تانک آمد، اساکر آمد، بسیار اساکر مثلا زیاد آمدن. باز ما را به اصطلاح جنگ شد دیگه، جنگ شد و باز ما از محاصره ما را نجات دادن. کجا بودین شما در وقتی که در جنگ شد، تیراندازی شد، کجا ما بوده گرفتین؟ دمی چی بودیم، به نظر موقع زیاد تیراندازی نشد، فقط دمی دور وقتی که قوتای او وقت بسیار چی میگن عیبتناک بگویم یا ترساور بود. تا به مقاومت باز نداشتن، تا به جنگ باز نداشتن دیگه، باز یک تک و پک میکردن میگروختن. باز به مزار نظر کدام هم مجاهدین او وقت در مزار کدام گروه بود در مزار در او وقت؟ ای کدام سال بود یادتان میاد که فیلم ساخته شد؟ سال 1368 بود به نظرم. مم. سال 1368 که خب حالا یک ترسیده بوده؟ یادداشت ندارم که بسیار حتی صابره جان مریض شد، من خودم مریض شدم دیگه، نعمت آرش مریض شد دیگه، این بچه ها کلشون ترسیده بودن. صبور سرباز بسیار زیاد ترسیده بود دیگه، صبور طوفان که ما برش صبور سرباز میگفتیم چون در فیلم صبور سرباز خوب نقش داشت دیگه، کل ترسیده بودن، بسیار وضعیت خراب بود دیگه، همه ترسیده بودن. خب باز خوشبختانه که از این محاصره ما نجات پیدا کردیم دیگه. در این اواخر که ما در پروژه احمد شاه بابا در ارزان قیمت زندگی میکردم، در سالهای اخیر برتان بگویم، یک بار ما تهدید شدم، سرم فیر شد، شام بود. از رادیوی آزادی، ما در رادیوی آزادی ساعتای 5 بجه 4 بجه این وقتا ثبت ما شروع می شد که خارج از وقت رسمیات، وقتی که از رسمیات خلاص می شدیم میرفتیم رادیوی آزادی کار خودم میکردیم، یعنی اضافه کار میکردیم اونجا نه. و در بخشایی که ما کار میکردیم با ثبتای ما رو بعد از وقت تایم میگرفتن، چون ما مامور دولت بودیم نمیتونستیم دیگه که در وقت رسمی بریم دیگه جای کار کنیم، کار خارج از رسمیت ما بود دیگه. بسیار زیاد برفباری بود. ما اومدم خو یک موتر پر از چارایی عبدالحق تعقیب میکرد، من نمیفهمیدم که این پشت ما میآید. ما هم یک تاکسی شیشته بودم، یک تاکسی شیشته بودم میرفتم طرف ارزان قیمت یا اما احمد شاه بابا مینه، که این وقتی که من در سرک عمومی پایان شدم، وقتی که موتر ما توقف کردم، تاکسی دیگه تاکسی توقف کرد، این موتر از ما تیر شد، سرعت گرفت، تیر شد. این فکر کرد که البته ما از پشت بیایم یا چرا. ما همینجا پایان شدم، سر سرک پایان شدم در چیز، در
دمی سرک خامه پایان شدم از تاکسی و از سرک قیب در سرک خامه آمدم که در کوچه داخل شدم، در کوچه که باز وصل میشد به کوچه خانه ما. بله. اینجا که پایان شدم یک وقت از کوچه روبروی دیدم که همین موتر زورک از دی طرف آمد. خب من همه تو شکبر شدم. من گفتم وی خب همون موتر است که مرا از چارایی از پشت من می آمد، از چارایی عبدالحق تا به اینجا. خویی که نزدیک من رسید سرما سه فیر کردن، سه فیر کردن. امی دواخانه سر کوچه ما بود. بله. من تلال صبح دم دواخانه در آمد، دروازه را باز کردم، در دواخانه در آمدم. کسایی که در دواخانه بودن و کسایی که دوا می خریدن دیگه یا بیرو بر آمدن یا صدای فیر شدن یا بیرو بر آمدن. دیگه که سه فیر شد سر من، ولی خداوند نمیفهم نجات پیدا کردم. نه نیسه جان قن و من استابت نکرد. خب دمی وقت این موتر پسم تو بعجله برگشت کرد که دیگه تمام دست پای من لرزه گرفت و ای دواخانه والا گفت چی گپ شده چی گپ شده. یا کل مردمی که دمی دواخانه بودن، خب مردم بر خریدن دوا زیاد میاد در افغانستان، شما میفهمید دواخانه پر از مردم است. اینا کلشون بر آمدن، این موتر فرار کرد. این موتر فرار کرد. باز بعد از اون در دل من یک ترس و یک واهمه افتاد و من ایره رفتم به رادیو تلویزیون ملی، به مدیریت امنیت از این خبر دادم، اطلاع دادم برشان. باز به وزارت داخله اطلاع دادیم. خب همین رقم خب اینا کدام کاری برای من نکردن، هیچ کار، فقط گزارش گرفتن و گفتن که ما خود غیر مستقیم تعقیب میکنیم. خب از یک مدت تیر شد، از این تقریبا یک سال اینقدر تیر شده بود که باز دیگه من از خانه ساعت 7 صبح که از خانه من برآمدم که 7:15 موتر ما میامد تا که ما با رادیو تلویزیون میامدیم. 8 بجه میشد، 8 بجه حضوری های ما بود. انیسه جان من که از خانه برآمدم دیگه پیش از من یک بچگک پتو ده دورش، اما تو رو یک کلاگک هم در سرش پتو ده دورش از من دیگه پیش میره. باز دمی سر کوچه که میرسه که من طرف سرک عمومی میرم، یا اونجا استاد میشه. یک روز ایره برمی رقم منول دیدم، دیگر روز دیدم که روبروی خانه ما ایستاد است. من که حرکت میکنم یا من حرکت میکنم، از پشت من میایه و هیچ چیز برم نمیگم. خویی مرا تعقیب یک روز نه، 2 روز نه، 3 روز نه، در دل من همطور یک شک افتید. گفتم بیا امروز من یکم ناوقتر میبرایم، برو اگر از موتر عملان ماندم خیر است، در یک تاکسی میرم یکم ناوقتر. نیم ساعت ناوقت برآمدم از خانه، نیم ساعت ناوقت از خانه برآمدم که بچه دم سر کوچه استاد است. باز من ایره دیدم. این دفعه که دیدم دلم یک قسم در لرزه شد و پای من لرزه گرفت. پشت سرم هم تو ناخودآگاه سعی کردم که باش دیگه مردم هم هست ای سرک یا نیست. خصوبکی وقت می بود، کس نمی بودن انسا جان. وقت صبح بجز همی تفلک هایی که مکتب می رفتن دیگه کسا نمی بودن. دمی نزدیک از که رسیدم یک دفعه ای بر من گفت که چی است؟ سلام علیکم. گفتم و علیکم السلام، بچیم خوب هستی؟ من دیگه از ترس کرد از چی میکنم، سلام علیکی میکنم، خوب هستی بچیم، جور هستی؟ این دیگه همه تو پتوی خود از دور خود واز کرد، دوباره این پتوی خود دور داد. بله. یعنی این واز کرد خودی به من نشان داد. انطوری؟ بله، واز کرد انطوری در جانش، واسکت خدایی بر من نشان داد. من گفت که خاله تو در تلویزیون کار میکنی؟ گفتم بله. گفت که خاله نرو در تلویزیون، ایفت نکده اولاد دارسی، گفت کشته میشی. گفت کشتن تو بسیار آسان است برای ما. گفتم برای تو کشتن ما آسان است؟ گفتم چرا من میکشی؟ ما چی گناه کردیم؟ تو به خاطر کشتن ما اینجا آمدی؟ امی روزا که میگی گفتم به خاطر من میگی؟ گفت خاله ما دلم برای تو میسوزه، تو اولاد دارسی. گفت ما تو رو به تمام مانا میشناسم. گفت ما اولادای تو رو تعقیب کردیم، خانواده تو رو تعقیب کردیم. گفتم تو چی میگی؟ من همونطور چیغ زدم، ناخودآگاه چیغ زدم انیسه جان. این نفهمیدم که من چه رقم چیغ زدم، کمک خواستم، چی دیگه من نمیفهمم. ای بچه این پتوی خود دور دادم به امتداد یک مکتب روبروی ما بود، کوچه ما بالاتر از کوچه ما یک کمک دمی سرک روبروی. ای بچه فرار کرد. ای که فرار کرد یک بازم دکاندارا یعنی خیر ببینن
دو بار به سر وقت ما دکاندار رسیده. یک دکاندار قرآن شریف تلاوت میکرد، می قرآن شریف خود دمی دست خود گرفته پایان شد از دکان خود. گفتم حالا تو بچه مونو بچه را پیش کو ببین کی است. گفتم بچه را پیش کو ببین بچه را میتونی گیر کنه. بچه گفت خاله نیو گریخ رفت کوچه. من خودم راست بگم جرات کردم از پشت ازی دویدم. از پشت ازی دویدم تا یک منطقه دیدم که در کوچه دیگه خود زد. ارزان قیمت یک قسم کوچهش یک بلاک باد کوچه است، یک بلاک باد بله. کوچه است منظم از کوچهش. یعنی از یک کوچه بر دیگه کوچه با آسانی راه داره انیسه جان. من دیدم که بچه دوید دیگه زد خود در کوچه مکتب رفت دیگه. بعد از دیگه باز من فهمیدم که نه والا اینجا نمیشه دیگه که من زندگی کنم، اینجا شاید بر من بسیار سخت باشه. باز دیگه من دولتم به باید جریان، کردیم. دفاتر ما رو به جریان ماندم. خب باز دولت همه کرد که مرا برای یک 6 ماه سپورت کرد. چه قسم سپورت کرد که همین اول میگفت که ما تو را در موتر دولتی میبریم در وظیفه، پس دیگر میارین. راست بگویم من این کار قبول نکردم. گفتم این رقم یک تهدید است بر خانوادیم. شاید باز خانوادی ما تهدید شود، شاید اولاد من مکتب میره پانتون میره شاید تهدید شود. گفتم نه این کار نکنین، فقط مرا تعقیب کنین که کس مرا نزنه. بازیات یک مدت یک 6 ماه امی اوزی امنیتی خود می ارزون قیمت مرا تعقیب میکرد، می آورد در سرک. ما که در موتر بالا شده بودم باز میرفت. حرکت میکردن. بازینا دیگه نمیفهم چقدر وقتتر از آمدن من دوباره می آمدن سر سرک. باز این موتر رنجن از دور مرا تعقیب میکرد تا که من در خانه بیایم. خب به این شکل بسیار دیدم که چی است، شرایط روز به روز خراب شده میره، وضعیتم خراب میشه میره. دیگه تصمیم گرفتم که دیگه از این منطقه کوچ کنم. باز اینا هم برای من گفتن دیگه ما تو رو نمیتونیم سپورت کنیم، تو باید از این منطقه کوچ این کنی. کدام سال بود خانم یارمن؟ همین سال سال 2021 هم. آخر. همین سال، وضعیت همین خراب سال بود. پیدا نتانستن نو بچه را. نه به پیریش اجازه. به یادتان میآید چی رقم بچه بود؟ چند ساله بود؟ چشم مقبول بچه بود، چشمای کلان کلان داشت، بروتک های نازک نازک داشت. چیرش خب که ببینم مشناس میشه. نه دیگه خدا میدونه او چی شد. بله. آه. جوان بود، خیلی جوان بود، یگان شاید یک 22 ساله 20 فارسی ساله. هم رویتان گپ زد؟ به فارسی هم رویتان؟ با فارسی گپ زد، با فارسی گپ زد ولی لهجه پشتو خب لهجه داشت. لهجه داشت. بله. اتو احساس میکنم که به لهجه پشتو زبانای جلال آباد اینجا گپ میزنن، همین رقم صحبت میکرد. به خاطر از اینکه در اون وقت که سربازا در جبهات جنگ می جنگیدن با شکم گرسنه، با تن برهنه، با به اصطلاح سردی و گرمی میرزمیدن و دولت هم هیچ نوع کمک برشان نمیکرد و برشان گفته میشد که شما سلاحتان برای طالبات تسلیم کنین و خودتان عقب نشینی کنین. وقتی بیچارهایی کار میکردن کشته میشدن. طالبان میکشتیشان، علالشان میکرد و سلاحشان میگرفت و به هزارها جوان به همین رقم کشته شده بود و راپور از هر روز میامد در تلویزیون در خانه. من میفهمیدم دیگه، بالاخره خبر میشدم و من از میترسیدم، از بچه میترسیدم. من یک دانه بچه داشتم، یک بچه این توسط از اینا کشته شده بود و آرزوی از این نداشتم که فرزند دومی ما مینا بکشن به نام از که نظامی است. بچه من تان مجبور نظامی است؟ به هر بله بچه ما در کشور هندوستان درس نظامی خونده، ارکان حرب است و خیلی بچه با استعداد لایق بود. دیگه نمیخواستم که من بازی داغ من تکرار شود و من در کل زندگیم یک بچه داشتم. اگر این بچه من طالبان می بود باز من چی میکردم دیگه؟ زندگی بر من چی بدت میخورد؟ هیچ معنا نداشت دیگه زندگی بر من. همین بود که ما دیگه فوق العاده نگران بودم و یک هفته قبل از این یک مصاحبه داشتم با تلویزیون اینترنشنال، با تلویزیون آشنای صدای امریکا. یک مصاحبه از ما بود، یک مصاحبه هم از گودر زازایی بود که هر دوی ما از وضعیت شکایت و شوکی بودیم و ما طلب از کرده بودیم از ایالات متحده امریکا که خود تو خود کشور ما آمدی، ما را خود دست طالب ندادی و خودت میخیزی میدی.
حال سرنوشت اینقدر انسان چطور میشه، سرنوشت اینقدر نظامیات چطور میشه، سرنوشت اینقدر رسانه‌ای چطور میشه، سرنوشت اینقدر انسان ها چطور میشه. یک مسئله من نبود انیس جان قند، مسئله کل رسانه ها بود. شما دیدین در این اواخر که موج از رسانه ها در افغانستان فعالیت می و چقدر دوشیزه نازنین در بله. خانم یارمل، فرانسه چی و میکنین در فرانسه؟ چطور میگذره زندگی؟ زندگی مهاجرت انیسه جان چگونه میگذره؟ طبیعی است که زندگی مهاجرت همونطور که از نامش پیداست اینقدر ساده و آسان نیست. مهاجرت یک روی دیگری از زندگی است که اصل و ریشه تا نابود می سازه. از یک طرف اصلیت و ریشه و هنر و فرهنگ ما را طالبان نابود ساخت و از طرف دیگه مهاجرت نابود می سازه. مهاجرت قدر هم ساده و آسان نیست که آدم میگه فلانی فرار کرد یا مهاجر شد. ناگزیر بودیم انیسه جان قند، ناگزیر بودیم که باید فرار نکردیم، بلکه بسیار آبرومندانه، بسیار شرافتمندانه کشور فرانسه از ما دعوت کرد و در پالوی کشور فرانسه کشور کانادا و ایالات متحده نیز از ما دعوت کرد که باید بریم. و ما چون پیش قدم فرانسه شد آمدیم به فرانسه و همینجا مقیم شدیم. خب همونطور که گفتم که چی میکنیم در افغانستان دیگه؟ افغانستان بر ما دیگه جای زندگی نبود. افغانستان هویت ما را، اصلیت ما را، زندگی ما را، کار ما را، درس و دانش و تحصیل و همه چیز از ما گرفت. چگونه ما زندگی میکردیم در افغانستان؟ چگونه ما زندگی خود پیش میبردیم؟ ما خو به کار نیاز داشتیم. وقتی کار از دست ما گرفته شده بود ما خو مگر مار نبودیم که خاک حالا چی بخوریم؟ میکنین خانم یارمل؟ در فرانسه چطور میگذره؟ مصروف چی کار هستین؟ خب یک سلسله فعالیت های فرهنگی هم داریم که توسط انجمنای از افغان ها برگزار میشه و در این فعالیت های فرهنگی من شخصا اشتراک میکنم. مثلا کارهای هنری میکنیم، تمثیل میکنیم یا یگان کلتور و فرهنگ خود به نمایش میگذاریم و از این قبیل گپا. در این اواخر فیلم را با یکی از کارگردان های ایرانی که یک فیلم امتحانی بود بازی کردم که خوشبختانه او قبول شد و داینده نزدیک فیلم ساخته میشه و آمده او فیلم نقش می داشته باشم انشالله. و یک فیلم هم یکی از خانمای افغان به نام شبنم زریاب که دختر رهنورد زریاب است میسازه. یک فیلم بسیار کلان و بزرگ بسیار خوب است و در این فیلم ما بسیار یک نقش کلان داشتم. بسیار یک فیلم خوب بود که در کنار گلشیفته فراهانی و رمشه شفا که در کانادا است یا در امریکاست به نظرم یکی از آوازخانهای ماسنه رمشه جان که ما با هم صحبت هم کردیم و دیدیم. در این فیلم قرار بود که باید ما بازی کنم و تمام قراردادهای ما خلاص شد، کارهای صحی و مثلا همه معاینات صحی و گپای ما تکمیل شد و در تاریخ 22 باید در تاریخ 22 باید ما میرفتم مراکش که ویزی من مواصلت نکرد. آها. ویزا مواصلت نکرد و خب کار فیلم شما میفهمین که یک کار کلکتیفیست، یک نفر نیست، دو نفر نیست، ده نفر نیست. اونا نتونستن که منتظر ما بانن و کس دیگه را به جای ما جاگزین کردن و ویزه ما یک هفته بعدش آمد. آه. دیگه متاسفانه که این فیلم هم نشد که کار کنم. خب به هر صورت ناامید نیستم و ما آدم پرتلاش هستم، آدمی هستم که بسنده نیستم تا که مثلا توان دارم، نیرو دارم و از ما دعوت شوم ما کار میکنم. انسه جان قند. بدون بله. شک، بدون شک. بسیار تشکر خانم یارمل. صحبت کردیم از فرصت. با امید از این که فیلم های بسیار خوب دیگه آینده از شما ببینیم و با امید یک آقا
توکل به خدا. یک مسئله رو میخواستم انیسه جان بگویم که یگانه بدبختی که در کشور فرانسه هست این است که ما هنرمندایی که آمدیم هر کدام ما در هر گوشه و کنار از این ملک هستیم. یعنی مثلا ما در یک شهر هستم، مثلا نبی جان تنها در یک شهر است، نسیم جلال به شهر دیگه است، همونطور دیگه کارگردانایی که قبل از ما آمدن اونا باید اقدام بکنن، اونا باید یک کلکتیف بسازن، یک انجمن بسازن، یک نهاد باید اساس بگذارن، به خاطر از اینکه نه خودشون بیکار بانن نه همی هنرمندایی که آمدن بیکار بانن. انیسه جان بله خان، دقیقا. وقتی که ما آمدیم امی رسک قبول کردیم، مهاجر شدیم آمدیم در این کشور، نباید که دست زیر علاشه بشینیم و منزوی شویم. باید کارگردان های برجسته ما که از نام و نشان و هویت خوب برخوردار هستند اینا بله دست بله، بر کار کار کنیم. شود. این کلکتیف هنری را که آوردن باید اینا را به کار بندازن. انیسه جان خان، بله. با امید از این که ما کارهای خوبی از اینا داشته باشیم، من رقم که شما گفتین. توکل به خدا. شکر. وقت شما بخیر. به امید صحت و سلامتی شما نیست جان و تمام بیننده های عزیزی که تا به حال ما را دیدن و تحمل کردن.